هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، خواهران و برادران عزیز، این موضوع رو در ماه رمضان باید بدونید. سلام به همه خواهران و برادران. مسئله ماه رمضان: اگر زن و یا دختر در ماه رمضان حیض و یا نفاس بیند، پس او باید روزه نگیرد، ولی بعد آن که صحت می شود روزهش را قضا می گیرد. اگر زن و یا دختری که در خانه طعام می پزد، پس اگر ضرور باشد نمک طعامش را می تواند که بچشد، ولی کوشش کند که از راه حلقش نگذرد. اگر زن حامله دار باشد، پس اگر خوف علاقه کودکش باشد، پس روزه نمی گیرد، ولی بعد تولد کودکش روزهش را قضا می گیرد. اگر زن کودک شیرخور داشته باشد، پس اگر روزه گیرد کودکش به شیر ماند، در این حالت روزهش را می خورد و بعدا قضایش را می گیرد. اگر زن و یا پسر در ماه رمضان در رگ بدنش سوزانداری یعنی اکال کنند، پس اکثریت عالمان گفتند که روزه را می شکند، ولی اگر در زیر پوست یعنی در دیگر جای بدن سوزانداری کنند، پس روزه را نمی شکند. خوبترش این است که در رگ بدن اکال نکنید، زیرا روزه را می شکند. اگر زن همراه شوهرش در خانه یکدیگر را بوسه کنند و یا دوستداری کنند، پس اگر احتلام نشود پس روزه را نمی شکند، ولی اگر از خود باوری نداشته باشند، پس خوبترش این است که نزدیکی نکنند. در ماه رمضان همخوابگی قطعاً منع است و روزه را می شکند. در ماه رمضان غسل یعنی آبازی کردن تماما روزه را نمی شکند. حتی اگر در دریای کلان هم باشد روزه را نمی شکند. اگر شخصی روزه‌دار دندانهایش را با خمیره دندانشویی بشوید، اگر مزه همان را فرو نبرد، پس روزه‌اش نمی شکند، بلکه دندان شستن سنت است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان شبانه و روزانه دندانهایش را می شست. زن حامله‌دار در ماه رمضان اگر روزه گیرد، پس کودکش ضرر می‌بیند، پس در این حالت روزه را می‌خورد و بعداً قضایش را می‌گیرد. اگر کسی قصداً به عذر روزه را می‌خورد، پس هم قضا می‌گیرد و هم کفارتش را می‌دهد. کفارت یعنی به بیچارگان در یک روز 10 سامانی می‌دهد و بعداً باز قضایش را می‌گیرد. اگر کسی که فراموش کرده روزه‌اش را بخورد، پس او روزه‌اش را دوام بدهد، زیرا او روزه‌دار است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگویند: هر کسی که به فراموشی روزه‌اش را میخورد، پس او بهترین بنده می باشد که او را خداوند خورانیده است و نوشانیده است. در ماه رمضان تمام اعضای بدن روزه‌دار است، پس باید هیچگاه دشنام و غیبت و کار زشت و فیلم‌های به معنی را تماشا نکنید، زیرا روزه بدن ما را میشکند. اگر هر کسی که روزه گیرد ولی نماز تراویح را نخواند، پس ثواب روزه‌اش را میگیرد و جزای نماز نخوانده‌اش را میچشد. از این خاطر هم روزه و هم نماز خوانده شود، زیرا روزه به نماز مثل جسم به سر است. بگاهی باید روزه پیش از نماز شام گشوده شود، زیرا در وقت گرسنگی نماز خواندن خوب نیست. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.